فاحشترین گناه روی می آورید که هیچ امتی پیش از شما انجام نداده بود. شاید یک میفرماید که بل انتم قوم مسرفون، یعنی شما مردم زیاده رو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز این چینل یوتیوب و یا همی اکانتی تیک تاک ما رو تازه درست کردیم و میخوایم بعد از ازش فعالیت داشته باشم و نکات مهم اسلامی و اخلاقی و فقهی که موضوعاتی که جامعه برش نیاز داره و انشالله بعدا در ویدیوهای بعدی با آموزش براتون میگذارم. و موضوعی که امروز ما انتخاب کردیم درباره لواطه عملی ناپسندی که در افغانستان و در جامعه بیشتر شده، خواستم در این باره چند سخنی بگم و به برادرها و خواهرها که ای خواهرها، امروز میخوام درباره گناه کبیره لواط سخن بگم، گناهی که قرآن و احادیث درباره او سخت هشدار داده. هدف ما اصلاح و آگاهی است، نه تغییر هیچ انسانی، زیرا اسلام همواره میان گناه و گناهکار تفاوت میگذاره و لواط هم عملی ناپسند و حرامی است که قرآن کریم درباره از آیه 80 سوره اعراف میفرماید که حضرت لوط علیه السلام به قومش گفت که آیا با فاحشترین گناه روی می آورید که هیچ امتی پیش از شما انجام نداده بود. و در قرآن کریم به همین آیه که دوباره اشاره کردم، آیه 80 سوره اعراف میفرماید اتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. و همچنان سوره اعراف آیه 81 میفرماید که بل انتم قوم مسرفون، یعنی شما مردم زیاده رو و منحرف از فطرت هستید میگه. و همچنان آیه 82 سوره نمل در این باره قرآن شریف اشاره فرموده بل انتم قوم تجهلون، یعنی این عمل نتیجه جهل و غفلت و پیروزی از شهد و از شهوات است. پیام مهم قرآن کریم و خداوند پیام مهم قرآن ای است برای ما که خداوند فرموده که قوم لوط به خاطر 3 چیز عذاب شدند: ارتکاب گناه آشکار، اصرار بر گناه و نافرمانی و تکذیب به پیامبر. پس عذاب برای اصرار بر فساد و تکذیب حق بود، نه برای یک لغزش قابل توبه. و همچنین در احادیث نبوی آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است که اخوف ما اخاف علی امت عمل قوم لوط. پیامبر فرمود که بیشترین چیزی که بر امت میترسم عمل قوم لوط است. و نیز رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث دیگری فرمود لعن الله من عمل عمل قوم لوط. پیامبر خدا لعنت کرده کسی را که عمل قوم لوط را انجام میده. و سومش که از نگاه حکم فقهی نظر علما در این باره چی است؟ تمام مذاهب چهارگانه اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و اکثر علمای شیعه متفقن، یا اکثر علمای شیعه و اونو به یک حساب و اکثر علمای حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و امام حنیفه، مذهب امام حنیفه، لواط را گناه کبیره و از بزرگترین فواحش است. و در این باره گفته اجرای حدود بود بر لازم است که حد برشان عملی شود. فقها گفته که اگر حکومت اسلامی و قاضی شرعی ثابت کند که و تمام شرایط شاهدان، اقرار و ادله صحیح شرعی موجود باشه، آنگاه قاضی میتواند حد شرعی را به او اجرا کنه. هیچ فردی عادی حق اجرای حد را نداره، یعنی هیچ فردی عادی اجازه نداره که حد را بالای شخصی که عمل لوطه انجام داده برش عمل کنه. از این اصول ثابت اسلامی است. و چهارمش که عذاب قوم لوط در دنیا همه آشکارا است و قرآن هم 3 نوع عذاب را برشان بیان کرده که بارانی از سنگ و امطرنا علیهم حجارة من سجیل، سوره هود آیه 82 و سوره هود آیه 82 در این باره که گفته بود زیر رو شدن سرزمینشان. و در این باره دیگه که است جعلنا علیها صافلها، هود آیه 82. و سومیش دیگه که نابود کامل قوم فاسق و ما هی من الظالمین ببعیده، سوره هود آیه 83 در این باره نیز دوباره یاد کرده. و پنجم نکته که میخوایم بیان کنم عذاب آخرت، در آخرت چی عذاب بر ازنا داده میشه. خدا درباره قوم لوط میفرماید ولهم عذاب مقیم، سوره عنکبوت آیه 40، یعنی برای آنان عذاب دائمی است چون بر فساد اصرار داشتن و توبه نکردن.
و ششمی که است راه نجات بری چی است؟ راه نجات ما که است توبه است. اسلام در عین شدت حکم راه توبه و نجات را بازگشت داده است. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید التأب من الذنب کما الله ذنب له. توبه کننده از گناه مانند کسی است که هرگز توبه نکرده باشه. اگر کسی لغزش کند اما توبه کند، خداوند مهربانتر از او است که او را حرام سازد. اسلام مردم را به اصلاح دعوت میکند، نه نفرت و خشونت. پس در این باره ما این است که موضوع ما، شما وقتی که اگه عملی را چی لواطه باشه، چی عملی ناپسند دیگری باشه که در اسلام او را حرام دانسته و شما انجام داده باشین، در رحمت خدا و در توبه باز است. برین رجوع بکنین به سوی الله و توبه کنین. لواط در قرآن فاحشه و گناه کبیره است. پیامبر صلی الله علیه و درباره او هشدار شدید داده است. اجرای حدود فقط به دست حکومت اسلامی و قاضی شرعی است. هیچ فرد عادی حق جاری کردن حد را نداره. افراد عادی حق موعظه، دعوت و اصلاح اخلاقی دارند که مثال اگر راهنمایی بکنن یا مثال شهادت بدن برای عمل و ایره دارن. و قرآن راه توبه را بازگشته و راه بازگشت است. و این محتویات است که من امروز خواستم براتون بیان بکنم یا برای خودم به یک حساب وظیفه دانستم که براتون بیان کنم. و محتویات ویدیوی امروزی ما برای همین باره بود که قوم لوط را شما همگان آشکارا داستانهایش چی در آثار تاریخی و چی در قرآن کریم در تمام جهان ان شاء الله همه معلومات دارن که قوم لوط چه عمل بالایشان آمده و چی عملی در آخرت داره و چی هشداری که رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما داده همی است. و تشکر میکنم دوستانی عزیز، چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنین کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید و میتونید به صفحه تیک تاک ما سر بزنین اسلامیک لایت افیکیل. ما براتون بعدا لینکش در زیر ویدیو میمونم، میتونید سر بزنین و بازدید بکنید. تشکر از حمایت شما دوستان عزیز، ما را حمایت بکنید تا ویدیوهای بعدی. البته ما با چند چیزی بسیار کوچک شروع کردم، مسائل بسیار پیشرفته ندارم و باز هم انشالله ویدیوهای بعدی درباره شما در زیر از این ویدیو میتونید ببینید که ویدیوهای بعدی درباره چی باشه، درباره کدام عمل باشه یا کدام آموزش بعدی درباره چی باشه. شما میتونید زیر این ویدیو برای ما بگذارین، کامنت بگذارین و ما براتون انشالله به زودتر فرصت رسیدگی میکنیم و در همون بارم نیز انشالله عمل براتون تشریح میکنیم. تشکر.